به کانال خبری فارسیوان خوش اومدید. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را با ما دنبال کنید. سرخط: ترامپ: من تا زمانی که دوست داشته باشم به مذاکره با ایرانیان ادامه میدهم. آنها باید بسیار سریع موافقت کنند. در واکنش به سوال یک خبرنگار درباره نقش بنیامین نتانیاهو در توقف مذاکرات ایران و آمریکا، دونالد ترامپ تکذیب کرد و گفت: ما در این باره صحبت نکردیم. من تا زمانی که بخواهم به مذاکره با ایرانیان ادامه میدهم. وی افزود: خواهیم دید که به توافق خواهیم رسید یا نه. اگر نرسیم، وارد فاز دوم خواهیم شد. ترامپ مدعی شد که این فاز دوم برای ایران سخت خواهد بود، اما تاکید کرد: من به دنبال آن نیستم. خبر داغ امروز واکنش مستقیم ترامپ به مذاکرات ایران و آمریکا است. نظر شما چیست؟ در کامنت ها بنویسید و کانال را سابسکرایب کنید تا هیچ خبری را از دست ندهید. ارتش آمریکا در حال آماده سازی برای عملیات احتمالی چند هفته‌ای علیه ایران است. رویترز به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد: ارتش آمریکا در حال آماده سازی برای احتمال اجرای یک کارزار نظامی مستمر و چند هفته‌ای علیه ایران است. سناریویی که در صورت صدور دستور از سوی ترامپ می‌تواند به درگیری جدی‌تر از رویای پیشین میان 2 کشور تبدیل شود. به گفته این مقامات که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، این برنامه‌ریزی نظامی همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک جاری میان واشنگتن و تهران در حال انجام است و سطح ریسک را برای هر دو طرف افزایش داده است. هفته گذشته دیپلمات‌های آمریکا و جمهوری اسلامی در عمان دیدار کردند تا درباره احیای گفتگوها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کنند. مذاکراتی که پس از افزایش چشمگیر حضور نظامی آمریکا در منطقه و بالا گرفتن تهدیدهای لفظی ترامپ انجام شد. مقام‌های آمریکایی روز جمعه 24 بهمن اعلام کردند پنتاگون در حال اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه است. این اعزام شامل هزاران نیروی اضافی، جنگنده‌ها، ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده و دیگر تجهیزات رزمی است که هم قابلیت اجرای حمله و هم دفاع در برابر آن را دارند. این تحرکات نشان می‌دهد واشنگتن در حال تقویت گزینه نظامی در کنار مسیر دیپلماتیک است. ترامپ روز جمعه در سخنرانی برای نیروهای آمریکایی در پایگاهی در کارولینای شمالی گفت: رسیدن به توافق با ایران دشوار بوده است. او افزود گاهی باید ترس وجود داشته باشد. این تنها چیزی است که واقعا میتواند وضعیت را حل و فصل کند. کاخ سفید در واکنش به گزارش‌ها اعلام کرد: رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را درباره ایران روی میز دارد. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: ترامپ دیدگاه‌های مختلف را بررسی می‌کند، اما تصمیم نهایی را بر اساس منافع ملی و امنیت آمریکا اتخاذ خواهد کرد. به نوشته رویترز، پنتاگون از اظهار نظر رسمی خودداری کرده است. روزنامه نیویورک تایمز جمعه 24 بهمن به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد: در حالی که مذاکره نمایندگان ترامپ با جمهوری اسلامی ادامه دارد، وزارت جنگ آمریکا خود را برای حمله و درگیری با حکومت ایران آماده می‌کند. به نوشته این روزنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حالی ماه گذشته جمهوری اسلامی را تهدید به حمله کرد که در آن زمان پنتاگون هنوز آمادگی لازم برای پشتیبانی از این تهدید را نداشت. 3 مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن درباره مسائل عملیاتی صحبت کردند، به نیویورک تایمز گفتند که مقام‌های ارشد امنیت ملی به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کردند تا زمانی که پنتاگون توان تهاجمی و مهمتر از آن توان دفاعی خود را در 11 کشوری که ممکن است هدف تلافی جمهوری اسلامی قرار گیرند بازسازی نکرده، از اقدام نظامی خودداری کند. به نوشته نیویورک تایمز، حدود 30 تا 40 هزار نیروی آمریکایی که در سراسر خاورمیانه از جمله در 8 پایگاه دائمی مستقر هستند، از نظر سامانه‌های پدافند هوایی برای مقابله با حملات تلافی‌جویانه احتمالی حکومت ایران در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. جنگنده‌های اضافی مورد نیاز برای اجرای عملیاتی گسترده‌تر از نوعی که ترامپ مطرح کرده بود، در پایگاه‌هایی در اروپا یا حتی خاک آمریکا مستقر بودند. بخش زیادی از این تجهیزات نظامی آمریکا
در منطقه که طی 2 هفته جنگ انباشته شده بود نیز حتی پس از کارزار سال گذشته حلقه حوثیای یمن از منطقه خارج شده بود. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در همین مورد گفت رئیس جمهوری ترامپ همه گزینه‌ها در قبال ایران را روی میز دارد. او دیدگاه‌های مختلف را می‌شنود، اما در نهایت بر اساس آنچه به نفع کشور و امنیت ملی ماست تصمیم می‌گیرد. اکنون در حالی که ترامپ گزینه‌های نظامی خود را در صورت شکست دیپلماسی بررسی می‌کند، پنتاگون از این زمان برای تکمیل ناوگان بزرگی استفاده می‌کند که ترامپ گفته بود در حال حرکت به سوی منطقه است. این ناوگان بزرگ تاکنون شامل 8 ناوشکن مجهز به موشک‌های عدایت شونده است که توان رهگیری موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را دارند. سامانه‌های دفاع موشکی مستقر در خشکی و زیردریایی‌هایی که می‌توانند موشک‌های کروز تاماهاواک به سوی اهدافی در ایران شلیک کنند. در 3 هفته گذشته همزمان با آغاز گفتگوها میان دیپلمات‌ها و رهبران اسرائیل، کشورهای عربی، جمهوری اسلامی و آمریکا، پنتاگون برای احتمال جنگ آماده شده است. مقام‌های نظامی می‌گویند سامانه‌های مستقر شده نه تنها قابلیت تهاجمی دارند، بلکه برای دفاع نیز طراحی شده‌اند، چرا که حکومت ایران احتمالاً به هر حمله‌ای پاسخ خواهد داد. مقام‌های ارشد دولت گفتند ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته است. او پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید نوشت که تنها نکته قطعی این بود که بر ادامه مذاکرات با ایران تاکید کردند. به گفته 3 مقام آمریکایی، گزینه‌هایی در حال بررسی شامل حمله به برنامه هسته‌ای ایران و توانایی شلیک موشک‌های بالستیک این کشور است. همچنین گزینه اعزام نیروهای ویژه آمریکایی برای هدف قرار دادن برخی اهداف نظامی در خاک ایران نیز بررسی شده است.